نحوه قرارگیری هولدر یا همون قلم بلیدمون توی دست باید جوری باشه که نباید اونو خیلی از بالا بگیریم که تسلطمون کم بشه. باید از این قسمت پایین قلم بلیدمون اون رو بگیریم با انگشت اشاره و انگشت شستمون. موقع اجرای استروک به هیچ عنوان نباید مچ دستمون رو تکونش بدیم. باید ثابت به صورت تکیه‌گاه باشه. تنها قسمتی که برای اجرای خواب استروکمون تکون باید بخوره انگشت شست و اشاره‌مونه که قلم باید بینش بچرخه موقع خواب استروک و به هیچ عنوان هم نباید هولدرمون رو توی دستمون صفر بگیریم. باید جوری قلممون بین انگشت شست و اشاره‌مون قرار بگیره که موقع اجرای خواب استروک قلممون به راحتی بین انگشتامون بچرخه و از 3 تا انگشت زیر انگشت اشاره‌مون به عنوان تکیه‌گاه استفاده می‌کنیم ازشون. دقت کنین که باید به این صورت استروکمون رو اجراش کنیم. قلم بلیدمون رو حتما باید به صورت 90 درجه روی پوست یا لاتکس قرار بدیم و برای اجرای خواب استروکمون هم قلم بین انگشت اشاره و شستمون میچرخه و همینطور مچ دستمون به صورت ثابت قرار میگیره. از اونجایی که من عادت دارم تیغ بلیدمو به صورت سرکج روی هولدرم بذارم، موقع رسم استروک از پهلوی بالایی تیغم استفاده میکنم. اگه شما عادت دارین تیغ بلیدتون رو به صورت صاف بذارین، باید از قسمت وسط تیغتون استفاده کنین.